خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا برده اهل اسلام خدا خواهد منه کورم انشاءالله خدا خواهد سر شده سوده منه خدا خواهد پگه کور سر میکنن انشاءالله خدا مناسب بینانه در یکی اوزاق جون هم گفته که چیز من خواهد نوز موشنه خدا خواهد استانوف بکره موندن خدا خواهد سهر خدا اگر کشویشته انشاءالله خدا خواهد کورم سر میشه اگر یگانه خدا خواهد یوردم با بین 10 روز نه خدا خواهد ادامه کنیم تگی نیت های یعنی 10 روز خدا خواهد باید که ما پلا دادن در کار برای این برادرها که التماس خدا خواهد یک خدا خواهد انشاءالله حرکت میکنه که یک جرأت میکنه انشاءالله خدا خواهد روزای خوب من انشاءالله نزدیک اما خدا خواهد انتظار همین اوای حرکت کرده خدا خواهد اینه با آخر میرسوندگی نیت داریم فقط التماس انشاءالله خدا خواهد اکنون یک بار زور زنه یاردم تی خدا خواهد انشاءالله انا به همین بینم همین خدا خواهد سخواد مشیاری خدا خواهد اینجا میمونیم اگر خدا مناسبی نه همیشه شما مسافر رو در دعا باشه الله سبحانه و تعالی شاید رو موثر کنه یک آی خوب بره او خدا خواهد خرموت همیشه خدا اومدی کار کنه در پناه خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.